سلام دوستان، من محمد شعبانی هستم و امروز نحوه ساخت فیبر مدارچاپی، برد مدارچاپی، بردهای الکترونیک و یا PCB، نحوه ساخت طراحی فیبرهای مسی یا به اصطلاح مدارچاپی رو یاد میگیریم. 0 تا 100 آموزش ساخت مدار، هر نوع مدار الکترونیکی که بخواید و به وسیله اون میتونید انواع دستگاه الکترونیک رو بسازید. بردی که امروز برای آموزش مدارچاپی بهتون نشون میدم مدار دیمر دیسیه، مدار افزایش و کاهش سرعت موتورها و آرمیچرهای دیسی مثل 550 775 توی قلب این جارو شارژی، این جارو برقی که تبدیل به جارو شارژی کردن. به وسیله این مدار میشه نور انواع لامپ‌های پرقدرت مثل لامپ‌های اتومبیلی یا لامپ‌های هالوژنی رو تا محدوده جریان 20 تا 30 آمپر رو کم و زیاد کرد. توی طراحی مدار و ساختن مدار یا برد، اولین کاری که میکنیم باید یه شمای کلی از مدار و نحوه قرارگیری قطعات رو داشته باشیم. به اون میگن شماتیک مدار. من الان این شماتیک مدار در مورد مدار کنترل سرعت آرمیچر رو برای ساخت جارو برقی شارژی دارم طراحی میکنم. اول از همه شماتیکی رو من میکشم، از روی شماتیک مدار اون طرح PCB شو میکشم و طرح مدارچاپی مدار و بعد از اون قطعات رو روش سوار میکنم و برد آماده بستن و استفاده میشه. این خطوطی که من توی این شماتیک میکشم، هر جایی که به هم دیگه وصله نقطه اتصال داره، یعنی که توی مدار، روی برد، روی یک کیت، اون خطوط مسی کیت که به هم دیگه وصله همونه. این علامت دو تا خط صاف نشان دهنده خازنه، خازن سرامیکی، خازن عدسی، خازن معمولی. هر جایی توی مدار یه خط این شکلی چند طبقه‌ای خط چین دیدید، نشان دهنده گرانده یا منفی مداره. این هم یه نوع خازن دیگه است، منتها این خازن وقتی یه طرفش مثبت داره یه طرفش منفی، نشان دهنده خازن الکترولیتیه. اینا یعنی این پایه‌شون به منفی وصل میشه، این پایه هم به مثبت وصل میشه. این IC رگولاتوره LM7812، رگولاتور 12 ولته. این خازن‌های معمولی، خازن عدسی، مثلا این خازن 100 نانوفاراده. این خازن الکترولیت علاوه بر میزان فارادی که داره که بیشتر با میکرو خونده میشه، میکروفاراده ظرفیت خازن، ولتاژ هم داره. 10 میکرو فاراد 35 ولت، 10 میکروفاراد چون از رگولاتور گذشته ولتاژ کمتر میگیره، 16 ولت. اینجا بازی خازن عدسی داریم 100 نانوفاراد. اینجا یه IC داریم، IC 555 IC تایمر. خروجی IC پایه 3، دوتا دیود 1N 4148، مقاومت متغیر یا ولوم یا پتانسیومتر به این شکل کشیده میشه. صد کیلو اوم. آنود کاتود به صورت برعکس. میریم به ورودی بیس ترانزیستور. دو تا ترانزیستور داریم اینجا، یکیش مثبت یکیش منفی.
فلش منفی به سمت بیرون از توی دایره است و فلش مثبت به سمت تو. نشانگر ترانزیستور مثبت و منفی. این کلکتور، این بیس، این امیتر و همچنین در مورد این ترانزیستور مثبت، بیس، امیتر و کلکتور. این ترانزیستور BC 337 BC 327. خب مدار نوسانساز این IC 555 یه نوسانی رو توی یک محدوده فرکانسی تولید میکنه و این ترانزیستورها رو خاموش روشن میکنه و این ترانزیستور به نوبه خودشون میتونن مدار قدرت یعنی ماسفت ها رو خاموش روشن کنن و ما به وسیله این نوسانساز میتونیم با تغییر سیکل میزان خاموش روشن شدن این ترانزیستورها و به تبع مدار قدرت ماسفت که الان میکشم و با توجه به نوع قدرت ماسفتی که داره میتونیم یک مدار تغییر میزان سرعت یا تغییر میزان RPM یا دور موتور DC مثل آرمیچرهای DC تا 20 آمپر در مورد این مدار میشه تغییر سرعت بهش بدی. به اصطلاح این مدار دیمره و همچنین میتونیم نور لامپای نئون هالوژن توی مدارهای DC به وسیله مدار کم و زیاد کنیم. خب میریم برای طبقه قدرتش. بخش قدرت از دو تا ماسفت قدرت 1404 استفاده کردم به وسیله دو تا مقاومت 47 او. این ماسفت ها روشن خاموش میشه. زنر دیود زنر یک N 47 44 یا 15 ولت 1 وات هستن. سورس، این پایه گیتشه و اینم پایه درینش. اینجا ما یه دیود خیلی فست داریم MBR 200. پایه آنود 1 و آنود 2 داره. این دو تا پایه طرفی و یک پایه میانی داره که به صورت مشترک وصله به کاتود. این وصل میشه به پاور مدار یا مثبت مدار. از پایه درین ماسفتام منفی موتور رو میگیریم، یعنی اون خروجی که وصل میشه به موتور یا آرمیچر که برق منفی یا گراند رو عبور میده. ام مثبت و این هم ام منفی موتور وصل میشه. اینجا خروجیه که موتور وصل میشه. ما گفته نمونه که این دوتا چی هن؟ ماسفت های IRF 1404. این شماتیک مدار. میریم سراغ ساخت PCB و طرح مدار چاپیش. برای طراحی PCB نرم افزارهای مختلفی و حرفه‌ای و تخصصی برای این کار وجود داره، اما من میخوام از یک روش کاملا سنتی توی خونه میتونیم به راحتی این نقشه مدار رو تبدیل کنیم به یک برد آماده یا یک کیت. طرح و نقشه رو بنازیم روی فیبر، مدار چاپی بسازیم و مدار رو ببندیم و برد رو ردیفش کنیم. این نقشه شماتیک مدار که باید تبدیلش کنیم به طرحی برای مدار چاپی یا PCB مدار. اون طرحی که روی مس میخواد چاپ بشه و اضافاتش رو برداریم که اون طرح برد و مدار خارج بشه. برای این کار من اجزای اصلی این مدار که جهت و سمت داره، مثلا ماسفت مدار، IC رگولاتورش، IC اصلی مدار که اینجا 555 هست، اینا جهت داره و ترتیب قرارگیری پایه‌های قطعه خاصه. برای همین اول شروع میکنم به قرار دادن یه جای مناسب با توجه به اینکه حداقل این سیمکشی‌ها با بهترین الگو به این پایه‌ها برسه و حداقل جا رو هم اشغال کنه. این طراحی از روی شماتیک بر اساس یه سری اصول تجربی خودم از دوران کودکی همین کارو می‌کردم. وقتی می‌خواستم یه مدار طراحی کنم، اول از همه من باید ببینم که اون اندازه‌ای که این مدار
توی اون وسیله‌ای که میخوام بسازم چه مقدار فضا رو میتونه اشغال کنه، من چقدر جای کار دارم که این بردو بزرگ کوچیک اندازش طراحی کنم. اندازه برد خیلی مهمه. من اون فضایی که الان روی این دستگاهی که میخوام بسازم روی جارو شارژی، حالا ویدیو ساخت جارو شارژی هم پیشنهاد میکنم که حتما ببینید، خیلی جالبه. فضایی که من دارم میتونم بگیرم یه چیزی توی ابعادی تو مایه‌های 6 در 6 و نیمه. بعد از اون عناصر اصلی که توی مدار وجود داره، این ماسفت ها، این دیود سه‌پایه فوق سری و همچنین آی سی رگولاتور رو من توی یک قسمتی طرف فیبر مسی جا میدم. یکی دیگه از نکات مهم و جایگیری که خیلی مهمه، آی سی که ترتیب پایه‌اش مهمه و همچنین این ترانزیستورهای وسط. بقیه قطعات دیگه دو تا جهت بیشتر ندارن، اصلا جهتشون خیلی اهمیتی نداره. ما باید نکته توجه داشته باشیم که طرح پی سی بی باید میرر باشه، آینه باشه. یعنی که ما الان مثلا این قطعه آی سی رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا ترتیب پایه‌های آی سی، دقت کنید که ترتیب پایه‌های آی سی با توجه به این یو شکلی که روی آی سی می‌بینید، روی هر آی سی سمت چپش پایه شماره 1 میشه و شروع پایه از همین به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی پاد ساعتگرد میچرخه و ترتیب پایه به این صورته. یا اینجا یه نقطه یا فرو رفتگی هم رو آی سی ها خیلی هاشون داره، فرو رفتگی یا یه سوراخ یا نقطه‌ای که میبینید نشانگر پایه شماره 1 روی آی سی. با توجه به این داستان، مثلا ما در مورد آی سی 555 که داریم یه فرو رفتگی اینجا داره یا یه موقعی یه نقطه اینجا داره، این سم میشه آی سی شماره 1 2 3 4، این 5، این 6، این 7، این 8. به این صورت با طوری طراحی کنیم که بهترین حالت جایگیری و قرارگیری پایه‌اش اتفاق بیفته و اینو ما باید به صورت میرر انجام بدیم. مثلا ما تو این آی سی که پایه شماره 1 مون به گراند وصل میشه، اینجا مثلا فرض کنیم بخوایم یه طرحی رو بکشیم که این پایه به گراند وصل بشه، خط منفی و پس ما اینجا قرار میدیم. همچنین 8 و 4 این آی سی به این صورت مثلا اینا به هم اتصال پیدا میکنه و به مثبت مدار وصل میشه. جهت پایه‌های آی سی میتونه جهت خط مثبت مدار و منفی مدار رو تعیین کنه. ببین الان من اینو به صورت صحیح و غیر میررش، غیر آینش میبینم. من باید تصور کنم که این آی سی از اون طرف فیبر قرار سوار بشه. ببین برگه کاغذ رو شما فیبر حساب کنید، با یه فیبرتون نشون بدم. این که الان فیبر مسیه، این فیبرهای سوراخ‌دار، حالا فیبر مسی ما به این شکل، باید تصور کنیم که این آی سی که این شکلی سوار مدار نمیشه که از اون طرف برد، یعنی از این طرف سوار میشه. یعنی من پس آینه اینو باید فرض کنم، یعنی الان پایه یکش اینجا قرار میگیره تا 4 به این صورت. من اینو وقتی برش گردونم چی میشه؟ یعنی از این طرفی هم سوارش کنم. خب پایه یکش چی شد؟ اینجا شد پایه یکش، این پایه یکش شد، این 2 به همین صورت 3 4. پس ما یکمون اینجا قرار میگیره، 2 3 به این صورت. و دیگه خط منفی دیگه اینجا نیست روی برد، یه جای دیگه قرار میگیره. پس بنابراین باید طرح از قرارگیری این آی سی رو با توجه به خطوطی که بهش نصب میشه و همچنین حالت میررش اینو لحاظ باید کنیم. من اول از همه جای قرارگیری این قطعات سه‌پایه‌ای که ماسفت و رگولاتور و دیود مخصوصش، به علاوه یه هیت سینکی که روی این برد بتونیم سوارش کنیم. من اینجا یه خطی رو میندازم که این پارت و قطعه اینجا به صورت ردیفی در یک طرف برد قرارش میدم و همه رو توی یک راستا قرار میدم. 1 سانتی از ابتدای برد رو به این موضوع اختصاص میدم. ماسفت دیود فوق سری سه‌پایه و همچنین آی سی رگولاتور رو توی یه خط یک سمت برد قرارش میدم. سلیقه‌ای میخوام یه برد رو به شکلی که خودم دوست دارم، بدون دخالت نمیدونم نرم افزار و هوش مصنوعی و نمیدونم اینطور چیزا. پس چون که کار سنتی میاد وسط، هوش انسانی هست، ما یه خورده باید حوصله هم داشته باشیم. این حوصله داشتن خیلی مهمه. خب این قطعه روی هیت سینک سوار اصلا آی سی رگولاتور، این پای یکش میشه ورودی و این گراندش میشه اینم خروجیش. پس من اینو باید چجور تصور کنم؟ من پای یک رو اینجا میدم به این صورت. این دوتا ماسفتمون فقط ما خیلی مهمه که هیت سینک داشته باشه. یعنی هیت سینک چقدر اندازش؟ 2 سانت واسه هر کدومش، 1.8 2 سانت اندازه میگیرم. پس من اینجا 4 سانت 4 سانت و نیم من این از این گوشه میگیرم. یکیش اینجا میذارم، یکی دیگه‌ش هم کنارش. اینجا هم 2 تا قطعه سه‌پایه دیگه استفاده میکنم. اونا رو بدون هیت سینک قرار میدم چون اصلا آمپری نمیکشه یا بخواد داغ بشه. این 3 تا پایه اینجا قرار میدم. یکی دیگه چی؟ یکی دیگه هم
این پایه‌های ماسفت یه خورده با فاصله بیشتری قرارش میدم که چون قراره این ماسفت قدرت هستن، یه خورده پایه ها رو نسبت به حالت عادی بازتر میکشم. اینجا ما آیسی رگولاتور رو داریم. قبل این آیسی رگولاتور دوتا خازن دارم. من ابتدای مدار این دوتا رو با جاسازی کنم. اینطوری که به نظر میاد خط سمت مثبت مدار این سمت خط مثبت و سمت منفی مدارم من اینجا در نظر میگیرم. یکیش خازن عدسی، یکی هم خازن الکترولیت و یکی هم مثبت مدار. گراند آیسی رگولاتور این وسطی، اینم که خروجی آیسی رگولاتوره که میره وارد مدار میشه. یکی از پایه هاشون هر کدوم از اینا به گراند وصل میشه، یکیش هم به خط مثبت وصل میشه. پس اینجا ما همین ابتدا از گراندش یه دو تا دیگه پایه در موازات این قرار میدم. خط مثبت یا اوت آیسی رگولاتور میاد اینجا و بلافاصله قبلش یه دونه 10 میکروفاراد 16 ولت یک خازن الکترولیت داریم که یکیش به خروجی مثبت تغذیه مدار وصل میشه و یکیش هم به گراند وصل میشه. این خروجی مثبت آیسی رگولاتور رو برای اینکه این خروجی مثبت آیسی رگولاتور رو به راحتی وارد کنم و اینجا یه مشکلی که دارم گراند رو بیام رد کنم از اینجا یا جامپر باید بذارم یا یک دونه مقاومت مثلا در حد 10 اوم یا 100 اوم میذارم برای اینکه ورودی تغذیه رو بفرستم داخل مدار. اینجا محل قرارگیری مقاومت ابتدایی قرار میدم که چون خط منفی باید از اینجا رد بشه، این گرانده از این مابین اینجا جامپر میخوره و این مقاومت اولیه اینجا قرار میگیره و خط مثبت مدار از همینجا شروع میشه. متوجه به این 10 میکروفاراد رو قرار میدم، یکیش به این مثبت وصل میشه، یکیش هم به این منفی، این گراند یا منفی اینجاست. اینجا محل قرارگیری خازن الکترولیت. خط مثبت بلافاصله بعدش به کلکتور این ترانزیستور VC337 وصل میشه. وصل میشه کلکتور ترانزیستور. بعد از این خط مثبت یه 100 نانو قرار میگیره، یعنی بین خط مثبت و گراند. اینجا هم گراند بود. من گراند رو میارم اینجا و اینم از اینجا میام که اینجا این 100 نانو اینجا قرار بگیرم. ترانزیستور با توجه به قرارگیری پایه‌اش به این صورت اینجا قرار میگیره. میشه کلکتورش، این پایه امیترش و اینم بیسش. خب این امیترها با هم دیگه وصلن با این ترانزیستور دیگه. رو در ادامه ببینیم قرارگیری بقیه قطعات کجا قرار میگیره. این سراغ آی سی. من 8 تا پایه آی سی رو علامت میزنم. پایه های آی سی به این صورت قرار میگیره. این میشه 1، این 2، این 3، این 4، این 5، 6، 7، 8. پایه 8 که بلافاصله با خط مثبت وصل میشه. 8 و 4 رو خط مثبت وصلن. از اینجا وصلشون خط مثبت. 7 چیه؟ 7 آزاده. پایه 6 با 2 به هم وصل میشن که میاد به خط منفی وصل. از زیر برد این 6 رو به 2 وصل میکنم. 6 و 2 با هم وصلن، یه طرفش به یکی از پایه‌های این خازن وصل میشه و یه طرف دیگه خازن هم و خط منفی اینجا خط منفیمون. 5 چی؟ 5 با یه 10 نانو وصله به خط مثبت. محل خازن 10 نانو. خط مثبت ادامه میدم. 4 هم به مثبت وصل میشه. از این طرف به مثبت وصل میکنم. سومی خیلی مهمه که خروجی آی سی میاد بیرون به این 4148 وصل میشه و همچنین ولوم یا پتانسیومتر مدار که کار کم و زیاد کردن دور این دیمه رو انجام میده. این سه بود به این بیس ترانزیستور هم برسه. یه طرفش به بیس ترانزیستور وصل میشه، به بیس ترانزیستور ها وصل میشه، اینجا به مجموعه این دوتا دیود. سلام پیشی. خب 2 و 6 رو من میخوام بیام به هم وصل کنم و یه خروجی وصل میشه به این 220 نانو و یه طرفش هم 2 و 6 اینا به هم وصله. از زیر این آی سی
میارمش بیرون، یه جامپر میندازم، یعنی سیم اتصال از پشت برد میام وصل میکنم، میارمش بیرون که چون 2 و 6 به هم وصلم و به وسط ولوم هم وصل میشم، وسط پتانسیومتر. وسط پتانسیومتر 2 تا پایه کناری داره. پایه وسط ولوم مشترک با یکی از پایه‌های خازن 220 نانو و بعد خازنم به خط منفی وصل میشه. این خازن 220 نانو رو اینجا قرار میدم و اینم که خط منفی. 2 تا پایه کناری ولوم وصل میشن به این دیودا. خب 3 به عنوان خروجی اصلی میاد به سمت این بیس ترانزیستور. یکی از دیودا اینجا وصل میشه، یکی از دیودا دیگه هم اینجا. امیتر ترانزیستور به هم وصله. از امیتراشون 2 تا مقاومت 47 اوم وصل میشه برای گیت این ماسفتا. اینجا پایه یک آی سی که اینجا باشه میخوام وصلش کنم به خط منفی که اینجاست. از لای این ترانزیستور، پایه های ترانزیستور، من یه دونه وصل میکنم به خط گراند. کلکتور این ترانزیستور هم وصل میشد به خط منفی، من اینجا وصلش میکنم به خط منفی که اینجا باشه. از پایه امیترا میرم برای تحریک این ماسفتا. ماسفت اینجا 2 تا مقاومت میخواد، پایه گیتش اینجا میشه، گیت و درین و سورس. این درین این سورس، پایه گیتش یه دونه با مقاومت 47 اوم به پایه گیت وصل میشه. جای مقاومت همزمان یه سر دیود هم وصل میشه به این سمت پایه دوم مقاومت و دیود بین گیت و مقاومت و گراند وصل میشه. کمی جابجاش کنم اینو، چون من اینجا به نظرم باید لابلای این بیام گراند رو به اینجا برسونم. مقاومت رو اینجا میذارم پایش با این دیگه، هیت سینک هم مزاحم نباشه. این مقاومت اینجا بود، این مقاومت این یکی هم اینجا میگیره. دیود و خط گراند و اینم خط گراند. این دیود، این هم خط گراند. قطعه بعدی که میمونه این MBR 200. همونطور که میبینید این 2 تا فلشش سمت روبرو هم دیگه است. این 2 تا پایه آنود 1، آنود 2 و این وسطی هم کاتود وصل میشه اینجا. آنود 1 و 2 به هم وصلن به خروجی یا درین این ماسفت. سورس ها به خط گراند وصل میشن، یکیش که اینه. پاور این ماسفت ها همین گرانده، یعنی باید خیلی قطور باشه اینجا. حتما باید این نکته لحاظ کنیم که این سورس هم به اینجا وصل میشه. پهنش کنید اینو، چون آمپر زیادی از اینجا رد میشه. یه خورده اینو فاصلهش رو بیشتر میکنم که این گراند بتونه پهن‌تر بشه. پس این 2 تا سورسی که به هم وصل میشن به خط منفی یا گراند مدار، باید خطوطش پهن و اساسی باشه، بتونه آمپر خوب بکشه. اینجا دیگه نیاز نیست انقدر پهن باشه. اینجا میخوام فقط یه گراند خیلی نرم و نازکی بدیم به این آیسی رگولاتور و همچنین به مدار آیسی. درینای ماسفت هم به هم وصل میشن، اینم باید کلوف باشه. از یه طرف این سمت درین وصل میشه به پایه‌های آنود 1 و 2 این دیود فوق سری. پایه وسطی هم که وصل میشه به ام مثبت.
مثبت خروجی مثبت موتور، اینجا مثبت مدار، یعنی که منفی مدار، و همچنین یه خروجی اصلی هم که ام منفی هست. این یا این هر کدوم که بخواید میتونید ازش بگیرید. توی این مرحله یه فیبر خام مسی، ابعادش رو از روی فیبر مسی بزرگ بریدم و این اندازه‌ای که ما این فیبر رو روی این قرار میدیم. یه خورده با سنباله کاربن خب این نقش رو من روش با کاربن میکشم که روش بیفته. این اثر کاربن افتاده روی، حالا با ماژیک این کاربونیا رو پررنگ میکنه. ماژیک ضد اسید و ماژیک CD. حالا این تر ماژیکی رو میندازم داخل اسید مدارچاپی. نسبت مخلوط کردن اسید مدارچاپی با آب جوش، 2 تا آب جوش، یه دونه اسید. مدت حدود 5 دقیقه قوطه‌ور میکنیم، همزمان تکونش هم میدیم. حتما از دستکش ایمنی تو هوای آزاد یا محلی که تهویه مناسب داشته باشه این کار اسیدواری رو انجام بدید، یعنی باید احتیاط کنید. مرحله بعد سوراخ‌کاری.
جاگذاری قطعات. خازن 100 نانو. اضافی پایه‌ها رو میتونیم با سیمچین یا ناخونگیر بچینیم. خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 25 یا 35 ولت. رعایت جهت این خازن خیلی مهمه. 2 تا قطب داره. این پایه‌ای که سمتش خط خطیه منفی روشه، یعنی منفی پایه منفیه و اون طرفی مثبت. مثبت به مثبت، منفی هم به منفی. رگولاتور 7812 خازن 10 میکروفاراد 16 ولت. این نقطه یا جامپر یا یه مقاومت 10 اوم. صد نانو. یک اینچ 48. حالا قرارگیری ولوم. ترانزیستور 337 ترتیب پایه‌اش مهمه. « 327 مقاومت های 47 اوم. ماسفت 1404. پایه‌های ماسفت به این صورته: گیت، درین، سورس. برای انتقال حرارت بهتر خمیر سیلیکون میزنم. دیود فوق سری. جاگذاری آیسی. دوستان توی این بوردی که ساختم چی اشتباهی اینجا اتفاق افتاد توی جاگذاری قطعات. ببینید اینجا من اومدم این خازن 224 یا 220 نانو رو اینجا گذاشته بودم توی اسمبل کردن یا چیدن قطعات که اشتباها اینجا گذاشتم. در اصل جاش اینجاست. اینجا قرار میگیره و اینجا نزدیک به آیسی این دوتا سوراخ یه جامپر قرار میده. من توی طول ویدیو اینجا اشتباه وصل کرده بودم که باعث شده بود که اصلا مدار کار نکنه. اینو حتما اصلاح کنید و بعد مدار رو ببندید. منفی به منفی مدار، مثبت باتری، مثبت مدار،
و همچنین مثبت لامپ. مثبت مستقیم وصل میشه و منفی لامپه که با این دیمر کم و زیاد میشه، دیم میشه. بریم سراغ تست اصلی و نهایی. و این مدار رو برای این موتور جاروبرقی شارژی آماده کردم. دوستان لایک کنید، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله هم بزنید، ویدیوی جدید که میذارم نوتیفیکیشنش بیاد. همراهی شما، کامنت شما باعث دلگرمی من میشه که بتونم باز هم وسایل جدید و حرفه‌ای تر آماده کنم و بسازم. ساختنی خواستید پلیلیست ساختنی ها و تعمیرات توی پلیلیست تعمیرات ببینید. تا بعد، بدرود.